به مدیری بگو متأهلم، بدون اینکه بگی متأهلی. یکی از با هم زندگی میکنه تو خونمون، مرد نیست. از نیما بپرس مجرد یا متأهل بدون اینکه مستقیم بپرسی. تو هم تو خونه یکی هست مرد نباشه، نمیخوای تو خونتون یکی رو بیاری که مرد نباشه ولی باید دیگه کلن باشه. به مدیری بگو مجردم بدون اینکه مستقیم بگی. خدا شاده خالی میرم خالی میام. به غفوریان بگو با ماشینی که ازش قرض گرفته بودی چپ کردی بدون اینکه مستقیم بگی. مهرنگ ماشینم کجا؟ رو سقفه. کدام حیوان در هنگام گرسنگی هم نوعش را میخورد؟ بگو. اشتباه بگی. من وقتی گشتم همه رو میخورم. اجازه بده من اول مادر خانومم نشسته. چی داری میگی؟ مادر خانوم من اینجام شما رو پول میکنم عزیزمی میبرم تا دم ده، بعد همه جوابا رو من میگم. قربون دهنت این همه سال چجوری اینو تحمل کردین؟ چاره ای نداشتین ها؟ نه جون خودت جون بچه ها، چون که آقا رضا واقعا یه جوون یه مردی، یعنی انسان با ثبات با کمال دیگه. من چی ازش چرا اینا رو تو این همه سال من ندیدم؟ لغات معروف لار چیه؟ میرن لار چی میارن؟ خروس لاری. چی بود؟ خروس لاری فقط دف میزنی. بیشترین درصد موجودات دنیا را چه گونه ای تشکیل داده است؟ پستانداران یا حشرات؟ حشرات پستاندارایی هم هستن که اینجوری صدا میدن. یعنی من 3-4 نمونه حداقل میتونم نام ببرم. نه یکیش خود من. کدام حیوان است که میتواند با چشمانش 4 تا پایش را ببیند؟ من. آفتاب پرست گویا به خدا منم فقط نادر و کمیابم هستم. نگو اینو. فکر میکنم آفتاب پرست باشه که همچین قابلیتی داشته باشه. عبور کنم. الاغ. راحت باش. نه آره این ملین مونرو نشسته بود. حالا تو ذهن خودم پری دریایی هم.